با مناسبت استقبال سزاوار 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه میر سید علی همدانی در برابر وسعت کارهای آبادانی و سازندگی در جماعت‌های دهات چاره‌بینی‌های فرهنگی راه اندازی شده همه روزه برگزار کرده می‌شوند. هدف از برگزاری چاره‌بینی‌های فرهنگی با جلب هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه بلند برداشتن احساس وطن‌دوستی ساکنان خصوصا نورسان و جوانان میباشد. فضای فرحبخش و خوشحالی ساکنان که از تأمین امنیت و آرامی و وحدت و استقلال پایدار کشور بشارت می‌دهد در جماعت دهات قهرمان ناحیه میر سید علی همدانی ضمن برگزاری چاره‌بینی فرهنگی طنین انداز شد. ساکنان ناحیه در بخش هنرمندی و حفظ و معرفی آیین و سنت‌های نیاگان تشبثکارند که تصدیق این گفته‌ها با پیشنهاد نمونه محصول هنر دستی ساکنان در نمایشگاه ادانه چاره‌بینی بر اعلی احساس و مشاهده می‌گردید. در برابر دستاوردهای ساحه علم و معارف فرهنگ و ورزش همچنین مهارت پزندگان و کدبانوان نیز در نمایشگاه پیشنهاد و معرفی کرده شد. بانوان خورش و طعام‌های گوناگون ملی را با مهارت بلند پزندگی آماده و پیشنهاد نمودند. چاره‌بینی با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در دایره آمادگی‌ها بهر استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی نقشه‌گذاری شده منتظم در جماعت‌های دهات ناحیه برگزار می‌شود. محفل فرهنگی با اشتراک فعال دایره وسیع جوانان، نمایندگان کسب و کار گوناگون همچنین نشان ترغیب کننده آیین و فرهنگ مردمی، حفظ ارزش‌های دولتداری و تقویت رابطه‌های دوستانه میان اهالی دایر شد. در حاشیه سخنرانی اشتراکداران قید کردند که استقلالیت برای هر یک خلق و ملت دستاورد مقدس محسوب می‌یابد، زیرا زمینه رشد و پیشرفت همه ساحه‌ها و تامین زندگی آرام و آسایش‌ی مردم محض از استقلال و وحدت پایدار منشأ می‌گیرد. تاکید گردید که نسل کلانسال جامعه به خصوص آموزگاران و والدان را ضرور است که جهت پیشگیری شامل شوی نورسان و جوانان به هر گونه ظهورات نامطلوب به مثل تروریسم و اکستریمیسم همه‌جانبه تشبثکار باشند و فرزندان را در روحیه وطن‌دوستی و حفظ دستاوردهای استقلالیت تربیت نمایند. برنامه کنسرتی هوسکاران و هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه با صوت و نواهای دلآشوب که افاده‌گر آرامی و آسایشگی دیار، دوستی و هم‌مرامی مردم، ترغیب کننده دستاوردهای زمان استقلالی و ترنمگر موضوع جوانی و وطن‌دوستانه بودن، شکوه ادانه چاره‌بینی را دوچند نمود.